سلام. از اونجایی که آرایش همیشه حال منو خوب میکنه و امروز داون بودم، تصمیم گرفتم خیلی بی‌دلیل توی خونه آرایش کنم. دارم یکم کرم مرطوب کننده به صورتم میزنم. البته راستشو بخواید کرم مرطوب کنندم نیست، کرمم تموم شده. از دافتاب سنتلاب دارم به عنوان مرطوب کننده استفاده میکنم چون به نظرم خیلی خوب پوست و مرطوب میکنه. مرحله بعدی که قرار انجام بدم، چون لبم خیلی خشکه و بالم لبم دم دست نیست، از این تینت رولوشن استفاده میکنم که خیلی مرطوب کننده است. یکم میزنم رو لبم که فقط لبم مرطوب شه و بمونه و تا زمانی خواستم روش بزنم لبم نرم شده باشه. حالا میریم سراغ کانسیلر شیگلم. یه عالم کانسیلر میزنم چون طبق معمول و همیشه زیر چشم من خیلی گوده. حسابی کانسیلر میزنم. حالا میریم سر وقت کرم پودر. مارک کرم پودرم چرا یادم نمیاد، نمیدونم، یادم نمیاد چی بوده. برای کرم پودر رو بلند میکنم. خیلی دوست دارم با کرم پودر بیام روی کانسیلرم که خیلی تابلو و سفید نباشه و یک دست باشه. سعی میکنم همه جا رو خوب بلند کنم. دوباره یکم دیگه کانسیلر اضافه میکنم. هی چشم این وره دارم یوتیوب میگردم طبق معمول. خب حالا این بار از این تینته میخوام به عنوان رژگونه استفاده کنم. اول که خریده بودمش اصلا ازش خوشم نمیاد، ولی کم کم اینجوری شده که همه جا و واسه همه چیز ازش استفاده میکنم به عنوان مرطوب کننده. تینت لب، رژگونه، خیلی ازش راضیم و حجمش هم خیلی زیاده. حالا میریم سر وقت پودر فیکس. پودر فیکس هم فلورماره که یکم رولوشن باش قاطی میکنم چون رنگش برام تیره است، ولی توی این پودر فیکس 1000 تا پودر فیکس همجوری ریختم، چیزهای مختلف. یه ترکیب جالبیه، یعنی یه چیز ثابت نیست، ممکنه یکم از پنکیک های خورد شدم هم باشه. حسابی همه جا رو با پودر فیکس میکنم انگار که قراره 12 ساعت این آرایش رو صورتم بمونه. حالا نوبت برانزر لوریاله. یکم روی پیشونی میزنم، یکم روی گونه ها میزنم که یه گرمایی به صورتم بده. میریم سراغ سایه که از سایه قهوه‌ای کیکو فقط یکم میزنم پشت پلکم که یه رنگی بگیره. به زیر چشام هم میزنم. اینجا سایه رفت تو چشم. حالا میریم سراغ ریمل که ریملم کالیستاست، کالیستای بنفش معروف. خب لیپ گلاس کیکامونم میاریم، یه لیپ گلاس حسابی هم میزنم اینطور که به نظر میاد آرایش ما تموم شده. کم موهامو درست میکنم و ذوق میکنم.